سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و سلمک الله ان شاء الله. جناب آقای استاد محمد آقای انصاری عزیز. آقای رضایی بفرمایید. در مورد کلیپایی که پخش کردیم اگر که لطف کنید صحبت کنید. خدا میدونه که اول برنامه ندیدم، متاسفانه ندیدم، اما خب اشاراتی شد. حالا اگر در مورد موضوع اخیر اون اشاره بکنیم بعد ان شاء الله الرحمن شما با سوالی داشته باشید. میخواستم این خدمتتون بگم که اگر چنانچه روایات شیعه را در مورد خصوصیت مسئله حضرت علی و مسائل حضرت فاطمه و اینکه فرمودید که آیا ناودان خونه عباس براش ارزش داشت فاطمه، میخوام بگیم فاطمه. اما اگر از با بررسی روایات شیعه حضرت علی رو معرفی میکنید، علی اون مسائلی که فرمودید، خب در لابلای اون روایات هست که اونجا مأمور نبودن، اونجا را حضرت دستور نداشتن. به روایاتی که همون که روایاتی که نقل کردن میگن دستور نداشتن. در کجا گفته که در کجا گفته که اگر به ناموس تو هم دست درازی کردن تو صداتو نکش؟ در کدوم روایت گفته؟ اولا که به ناموسش دست درازی نکرد. آقای رضایی بله. شما به عنوان یک مسلمان با غیرت اگر کسی بیاد سیلی بزنه به همسرتون چیکار میکنید؟ اگر من به عنوان یه مسلمان با غیرت که چیزن بزنه به چیزن، ما اولا غیرت رو همه از علی ابن ابی طالب آموختیم. اما غیرت، ببینید بزرگترین غیرت و شهامت و شجاعت این است که انسان در اطاعت از خدا و رسول عدول نکنه. یه وقت شما یک کاری رو به خاطر خدا باید بکنی، یه وقت همون کار رو به خاطر خدا نباید بکنی. خب ببینید آقای رضایی، الان من دلیل از قرآن میگم. الله سبحانه و تعالی میگه که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. کسی که به شما تجاوز دست درازی میکنه دفاع بکنید و به او حمله بکنید همونطوری که به شما حمله کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که هم شیعه قبول داره هم سنی میگه که من قتل دون ارضه فهو شهید. کسی که به خاطر ناموسش کشته بشه او شهید است. در کجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودن که ای علی اگر اومدن و فاطمه رو سیلی زدن، در رو شکستن، آتیش زدن، پهلوش رو خورد کردن، سقط جنین کرد، تو هم گوشه خونه بشین صدا در نیاد؟ جناب استاد محمد آقای انصاری عزیز، مسئله ضرب و شتم اون چه که در روایات بر حضرت زهرا رسول شده مسائلی است که جنبه های ناموسی به اون چیز حادش که مطرح نبوده است. که من در روایات هیچی ندیدم که خدا نکرده. آقای رضایی کسی بیاد سیلی بزنه به همسر کسی، من فکر نمی کنم هیچ گبر و ترسایی ساکت بشینه در مقابل اینکه کسی بیاد به همسرش سیلی بزنه. ببینید جناب ایشون هم ساکت ننشستن. ببینید موقعیت رو باید درک کرد. موقعیت رو خود پیامبر، علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمه، اصحاب، اینا همه تحت یه هدف مشترک که احیای کلمه لا اله الا الله، اونم در اون زمان در جاهلیت. حالا در مقابل این مسئله وقتی خود پیامبر میفرماد من فدایی لا اله الا الله هستم، به طریق اولا علی ابن ابی طالب هم فدایی لا اله الا الله برای خب همینا در زمانی که ببینید در زمانی که مسلمان ها اندک بودن، مکه تا هنوز فتح نشده بود، در مدینه منافقین قدرت داشتن. بنی قینقاع یکی از زنان مسلمان رفت از یکی از زرگری طلا فروشی یکی از یهودی‌ها می‌خواست طلا بخره. این یهودی‌ها این گوشه حجاب این زن مسلمان را به اون صندلی که نشسته بود بستن. وقتی که ایشون خریدش تموم شد، این زن مسلمان از جاش بلند شد، این مقنعش کنار رفت، صورتش آشکار شد. یهودا خندیدن. مسلمانی که در اونجا بود حمله کرد به اون یهودی، با شمشیر گردن یهودی رو زد. به خاطر چی؟ به خاطر حجاب یک زن مسلمان. یهودی‌ها چیکار کردن؟ این مسلمان رو گرفتن کشتن. خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید در مدینه. بسیج عمومی صادر شد.
از علی گرفته تا ابوبکر و عمر عثمان همه، طلحه، زبیر، همه به راه افتادن به طرف بنی قینقاع، از دم تیغ گذراندن اینا رو به خاطر حجاب یک زن مسلمان. و تو روایت های شما وجود داره که بیشترین کسایی که در اون روز سر زده شدن از بنی قینقاع به دست سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود. ببینید در اون زمانی که مسلمان ها اندک بودن، علی رضی الله تعالی عنه هیچ کس باش نبود، اینطوری برخورد کردن به خاطر حجاب یک زن مسلمان. در اینجا میبینیم که حضرت علی سکوت میکنه. به چه دلیل سکوت میکنه؟ دلیلشو بگید. در کجای قرآن گفته که سکوت بکن؟ در کجای حدیث گفته سکوت بکن؟ بله، مسئله رو جناب آقای من این موضوع که اخیراً اشاره کردید در موضوع اون زن یهودیه و اون چادر بستن حرفا شما، اینا بذارید در کنار این قضیه. دو تا صحنه الان ما تو ذهنمون ترسیم میکنیم، یه گوشه یهودی ها و اون زن مسلمان و اون قضیه. یه قضیه هم الان مدینه و پیامبر از دنیا رفته است و خبر رحلت پیامبر در تمام بلاد صدا کرده است و تمام اونهایی که با اسلام و با مسلمانان و با کلمه طیبه لا اله الا الله اینا مخالفت داشتن و اینها سینه هاشون مالامال از نفرت از اسلام بوده، دنبال یه فرصت میگردن، میبینن الان بهترین فرصت است، چون شخصیتی رو اسلام از دست داده است که اسلام الان آسیب پذیریش بیش از هر زمانی است. با بودن رسول خدا اسلام آسیب پذیر نیست. اونجا که رفتن اون یه زن یهودیه رو اون قضیه که اصلا چه ربطی داره به اینجا؟ اونجا آقای رضایی، پس از این حرف شما این برداشت میشه که برای حضرت علی وجود خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خیلی مهمتر بود از دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم. مسئله اون مطرح نبود. مسئله ببینین بقای پیامبر ما چی مطرح بود؟ آقای محترم، یک طرف اعرابی بودن که مرتد شده بودن، طرف دیگه صحابه‌ای بودن که بنا به قول شما و علمای شما مرتد شده بودن. چه فرقی بین این مرتدین داشت؟ همه مرتد شده بودن. اینا ارتداد اعراب و نمیدونم مسیلمیه کذاب اینا که در همون روز واقع نشده است، که اینا قضایی است که بعدش اتفاق افتاده است. اما پیامبر ما فرموده است که انسان عاقل کسی است که اگر بین دو تا خوب قرار گرفت اون خوبتر رو انتخاب کنه، اگر هم بین دو تا بد قرار گرفت اون بدی که ضررش کمتر است انتخاب کنه. الان سیدنا علی از آتش زدن خانه و شکستن پهلو و سقط جنین و سیری زدن به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دفاع نکرد. در مقابل کدوم بدتر؟ در مقابل بدتری که اگر علی ابن ابی طالب دست به شمشیر می‌برد در مقام دفاع از این قضیه، بالاخره اون چه که از بررسی روایات میاد حضرت علی در این قضیه چیز نمیشد، غالب نمیشد. بنی هاشم کشته میشدن، کلا کشته میشدن، جنگ داخلی در میگرفت، اصحاب به جان هم میافتادن، مدینه میشد بستر فتنه. مگر حضرت علی به آیات قرآن اعتقاد نداشتن؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. مگر حضرت علی به این اعتقاد نداشت که در روز قدیر خون خودتون ادعا میکنید که الله سبحانه و تعالی گفت، چون پیامبر خمینی در کتابش میگه، در کتاب حکومت اسلامی میگه پیامبر ترسید، محافظه کاری کرد علیاذ بالله. بعد خداوند این آیه را نازل کرد که ای پیامبر رسالت تو برسان که امامت علی است و از مردم نترس که والله یعصمک من الناس، تو را حفظ میکنن. امامتی که اینقدر مهم بود که رسول الله به این شدت مورد خطاب قرار میگیره، بعد به سیدنا علی میگه تو گوشه خونه بشین صدات هم در نیاد، در وقتی که خودتون در کتابای خودتون میگید که طلحه با علی بود، زبیر با علی بود، عمار با علی بود، سلمان با علی بود، مقداد با علی بود، بنی هاشم با علی بودن. حتی همونایی که از قریش بودن مانند ابو سفیان که تازه مسلمان شده بودن، همینا اومدن پیش علی گفتن که اگر تو میخوای همه مدینه رو ما پر از سواره و پیاده میکنیم به خاطر حق تو. اما علی نشست گوشه خونه. به چه دلیل نشست؟ چی گفت که ما مدینه رو پر از سرباز میکنیم به نفع تو؟ ابو سفیان گفت. در کتابای خودتون اومده. در بهار الانوار میگه. بعد حضرت علی بهش گفت که تو در پی این هستی که نمیدونم جنگ و درگیری صورت بگیره و از این حرفا. المهم پیامبر صلی الله علیه و سلم از کسی نترسید، ولایت علی رو ابلاغ کرد. حضرت علی از ترس کشته شدن ترسید، از ترس کشته شدن بنی هاشم ترسید. همه بنی هاشم، همه قریش،
همه اسلام، همه جهان، همه کره زمین، همه کائنات فدای خاک پای دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم که در خونش آتیش بزنن، سیری به صورتش بزنن، پهلوش بشکنه و این صداش در نیاد؟ جناب آقای انصاری، مطلب رو بستش دادید. از اینجا شروع میکنیم که حضرت علی فرمود پیامبر دین کامل شد یا آیه هر رسول؟ بله. اما اختصاصات ویژگی ها رو شما ببینید. زمانی که پیامبر در مکه بود، پیامبر الظاهر قدرت نداشت، اما مؤمنین آیا از اصحاب اخدود و حکومت مکه پیروی میکردن یا از رسول خدا؟ رسول خدا حکومت دستش باشد یا نباشد، رسول خداست و ولایت دارد و رهبر است و کسی که مؤمن است از اون رهبری میرن. آقای رضایی، اسلام دین سیاست است، دین اقتصاد است، دین نظام است، دین حکومت است، دین ولایت است، همه چیز است. نه سیاست از دین جداست، نه دین است، نه امامت از خلافت جداست، نه خلیفه امام است، امام خلیفه است. ما در مکه میبینیم در همون دورانی که یک نفر مسلح هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشتن، وقتی که در مسجد الحرام ابو جهل و ابو لهب اومدن اون شکمبه شتر رو بر پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتن در وقت سجده ایشون، کی اومد دفاع کرد از رسول الله؟ فاطمه زهرا، یک دختر کوچک نمیدونم 11 سالش بود، اومد با دستان کوچکش سعی کرد که این کثافت‌ها را از شانه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم دور بکنه. آیا فاطمه از ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عتبه و ربیعه و شیبه و این همه سران کفار که همه مسلح در مسجد الحرام بودن نترسید؟ حضرت علی نتونست از این فاطمه مظلوم دفاع بکنه؟ این چه ربطی به اون قضیه؟ ربطش اینه که شما ربط دادید. ربطش اینه که گفتید که در مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی رو نداشت. در وقتی هم که کسی رو نداشتن از خودشون دفاع کردن. وقتی که ابو جهل اومد به پیامبر توهین کرد، حمزه چیکار کرد؟ اما شرایط دفاعی رسول خدا اون وقتی که در مکه بود با وقتی که اومد مکه رو فتح کنه با 10,000 نیرو اومد، آیا یکسان بود جناب آقای انصاری؟ یکسان نبود، اما همیشه دفاع کردن از ناموسشون. دفاع فرق میکنه، درست همیشه دفاع کردن، اما در پیامبر در مکه داد نمیزد که از من اطاعت کنید. الان اعلام حکومت نکرد در مکه برای حفظ جان مسلمانان و اون دسته از مؤمنینی که از حضرتش تبعیت میکردن، اینا رو جانشون حفظ کنه، حضرت اعلام حکومت نکرد. حتی اینها را تحریص نمیکرد و تشویق نمیکرد که از اینها چیز سرپیچی کنید و با اینها به اصطلاح سر ریزش و سر گستاخی و سر ناسازگاری داشته باشید. موسی بن عمران وقتی که فرعون در زمان فرعون بود، حضرت موسی بن عمران پیامبر بود یا نبود؟ وقتی که فرعون نمرود میگفت انا ربکم الاعلی، آیا حضرت ابراهیم مقام امامت و ولایت اللهی رو داشت یا نداشت؟ اما خب حالا نمرود قدرت. این چه ربطی داره آقای رضایی؟ ببینید الان این به صفحه تلویزیون نگاه کنید، به صفحه تلویزیون نگاه کنید. این کتاب بهارالانوار است، یکی از کتب معروف شما. این بهارالانوار، اینم صفحه دومش، اینم اون مسئله‌ای که من میخوام بهش استشهاد بکنم. در صفحه 332 در جلد 14 در اینجا در روایت 12 محمد ابن علی عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، علی ابن ابراهیم قمی که معروف است از پدرش، روایت میکنه که امام جعفر صادق در مورد سیدنا علی رضی الله عنه میگه که روایت میکنه که یا ابان کیف تنکر الناس قول امیر المؤمنین لما قال لو شئت لرفعت رجلی هذه فضربت بها صدر ابن ابي سفيان بالشام فنکسته عن سریره. نظر چی از ابان که لنگم رو، پام رو بلند بکنم، لگدم رو بالا بکنم، از مدینه لگد بزنم به سینه معاویه ابن ابی سفیان در شام، از سر تخت بندازمش پایین. خب ائمه که این همه قدرت داشتن که از مدینه لگد میزدن به شام، به دمشق، خب یک لگد میزد سینه عمر جلوی در فاطمه. یعنی فاطمه اینقدر ارزش نداشت پیش علی که به خاطرش این لگد درازش رو بزنه به سینه عمر؟ این قدرت رو داشتن اما استفاده چرا نکرد؟ ببین خیلی از سوالایی که شما از رسول خدا هم پیامبر هم خیلی کار رو منو بسوال، چرا این کارو نکرد پیامبر؟ چرا حمزه رو ازش دفاع نکرد؟ چرا مثلا در جنگ احد فلان نکرد؟ چرا اون دره رو خودش پیش بینی نکرد؟ این چراها رو وقتی کسی چه ربطی داره برادر عزیز؟ الان ببین در بهارالانوار، این نگاه کنید دوباره،
این روایت بعدی خارالانوار میگه که اینم روایت صفحه 144 در جلد 41 میگه که از سلمان روایت شده که در روایت 17 از سلمان روایت شده که علی بهش خبر رسید بلغ و عن عمر ذکر شیعته، به علی خبر دادن که عمر بعد یکی از شیعیانش رو گفته. فاستقبله فی بعد طرقات بساطین المدینه، در یکی از کوچه پس کوچه های مدینه بین باغها سر رای عمر رو گرفت. و فی ید علی قوس عربیه، در دست علی هم یک کمان عربی است. فقال یا عمر بلغنی انک ذکرک لشیعتی، به من خبر رسیده بعد شیعیان منو گفتی. فقال اربع علی ذلک، برو کنار علی، برو کنار. فقال علیه السلام، علی در جوابش گفت انک لا هنا، نخیر همینجا وایستا. ثم رمى بالقوس على الارض، بعد این کمانش انداخت به زمین. فاذا هی ثعبان کالبعیر، مار یک اژدهاری شد مانند یک شتر. احمد جان رو تصویر نگردار. فاغر فاهو، دهنش هم باز کرده. و قد اقبل نحو عمر یبتلع، اومد به طرف عمر که عمر رو قورت بده. فصاح عمر داد زد الله الله یا ابوالحسن، تو رو به خدا ای ابوالحسن نکن این کارا. لا عدت بعدها فی شیء، بعد از این کارا نخواهم کرد. و جعل یتضرع الیه، بعد از اون عمر به دست و پای علی افتاد و زاری میکرد. فضرب یده الی الثعبان فعادت قوس کما کانت، علی هم از گوشه این اژدهار گرفت، اونم مثلا اول کمان شد. فمر عمر الی بیتی مرعوبا، عمر هم ترسید و به خانه برگشت. کجا بود این اژدهای علی که دم خانه ول میکرد تا عمر و کسایی که اومده بودن خونه‌ش رو آتیش بزنن قورت بده؟ ببینید جناب آقای انصاری، اینجا این اگر میخوای از من سوال بکنی این را تو سوره تحریم باید سوال کنی. اون وقتی که سر پیامبر اومد چه ربطی داره؟ همسران پیامبر سر پیامبر رو افشا کردن، الله سبحانه و تعالی توبیخ کرد، سوره تحریم نازل شد. آقای محترم بگم بعد شما تو شرحش بده. بحث رو بکشونید به جای دیگه، من اجازه نمیدم. نه خدا شاهده، نه خدا شاهده، میخوام به شاهد بیارم برای مطلبم. بفرمایید. فقط میخوام اینو بگم که اونجا گفته بودن این دو تا دخترای این دو خلیفه گفته بودن که پیامبر به ما فرموده است که شما حاکم میشید و در مقابل علی ابن ابی طالب شما غالب میشید. اونم میدونست عمر که غالب است. این دروغه است که در کتابای شما اومده. آقا این قرآن سوره تحریم چی داره؟ سوره تحریم در مورد این مسئله‌ای که شما میگید نیست. قضیه عسل خوردن پیامبر و مسائل همسران پیامبر بود که بین خودشون، میدونید که اوها بین خودشون این مشکلات رو دارن. این مسئله اصلا به ربطی به این خلافت و امامت این چیزا نداشت. اگر این دروغی که شما میگید به همسران پیامبر نسبت میدید و به رسول الله نسبت میدید که ایشون گفتن که پدر تو خلیفه میشن بعد از من، پس پیامبر در روز غدیر خم یک کار بیهوده ای رو کرد علیاذ بالله که اومد امامت حضرت علی رو، میدونست که حقش رو میخورن، میدونست که خلافت رو میگیرن. الکی پیامبر بلند شد گفت یا ایها الناس بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه و امام است، در حالی که خودش میدونست که خلیفه و امام کسی دیگری میشه. خب من میخوام از شما آقای رضایی، این قضیه ربطی نداره به موضوع بحث ما، من میخوام به شما اینو بگم که اژدهای علی، لگد علی، ذوالفقار علی، آیا به خاطر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها سیدة النساء العالمین، جگرگوشه پیامبر که اولاتر بود که این لگد و این اژدها و این شمشیر به خاطر فاطمه بلند بشه، گردن اون عمری که پشت خانه فاطمه رو آتیش زده باید علی میزد، گردن اون عمری که به فاطمه زهرا سیلی زده بود باید علی گردنشو میزد، اما نه اون عمری که ما میشناسیم این جرأت رو داشت و نه این کارو میکرد و نه اون علی که ما میشناسیم در مقابل این کار سکوت میکرد. این بیایید بگید که آقا دروغه، بیایید بگید که یک روایت صحیح در این مورد ندارید. همه روایت هایی که دارید 300 سال بعد از وفات فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ساخته شده، همه روایت هایی که در این مورد دارید. جناب انصاری، ما قدرت و عظمت و شوکت امیرالمومنین علیه السلام را در اژدها درست کردن پیش عمر
به اون استناد نمی کنیم. ما اگر خواستیم در مقابل شما استناد کنیم به قدرت امیرالمؤمنین، به اینجا استناد میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم و کفى الله المؤمنین بالقتال. تو جنگ احزاب بالقتال نه آیه تعریف نکنیم و کفى الله المؤمنین القتال. این چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ یعنی حرف شما، استناد شما به این آیه به این معنیه که علی جان اگر فاطمه رو زدن، سیلی هم خورد، سقط جنین هم کرد، زخمی هم شد، تو صداتو در نیار، بیشین گوشه خونه. استنادتون به همین است؟ نه استناد بابا این استناد این آیه در مورد صلحی است که بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه امضا شد که صلح شد. مشرکین می‌خواستن جنگ بکنن، مشرکین می‌خواستن بجنگن، اسلام رو نابود بکنن. الله سبحانه و تعالی چیز دیگری خواست و جنگی صورت نگرفت. این آیه مال احزاب چه ربطی داره؟ آلا مال احزاب مشرکین اومدن مدینه رو محاصره کردن، میخواستن اسلام رو ریشه کن بکنن. الله سبحانه و تعالی باد و باران و همه چیز رو مسخر کرد، مشرکین فرار کردن و کفى الله المؤمنین القتال. این چه ربطی داره به سیدنا علی که از فاطمه دفاع نکرد؟ این قدرت خدای متعال قدرتش در پنجه و در بازوی و شمشیر امیرالمؤمنین ظهور کرد. چرا در مورد فاطمه ظهور نکرد؟ احسنت، بارک الله، ماشاءالله که عجب سوال زیبایی مطرح کردید. وقتی که ما کسی شد مرد خدا و شد مورد تایید خدا و شد حجت خدا، هر کاری کرد یا نکرد او دیگه برای ما حجت متگهمه ازش اشکال بکنیم. یعنی امروز اگر یک کسی بیاد به ناموس شما اهانت بکنه، دسترازی بکنه، شما هم پیروی از حضرت علی بکنید، صداتون در نیاد. جناب آقای انصاری، عملی است که اتفاق افتاده است، نیفتاده. دروغه. یک روایت صحیح بدید، یک روایت صحیح از کتاب‌های شیعه بدید در مورد همین قضیه. بسم الله. ببینید اون آقای محمد آقا از یزد گفت آقا ما وارد مبحث نمیشیم، شما داشتید این بحث رو چیز می‌کردید. من گفتم آقای رضایی شما الان این قضیه رو به عنوان یک واقعه ثابت و صحیح تاریخی دارید بیان می‌کنید. من جلوی همه بینندگان از جناب شما خواهش می‌کنم به عنوان یک عالم شیعه یک روایت صحیح در مورد شکستن پهلوی فاطمه زهرا توسط عمر بدید. بسم الله. من اصلا در این مقوله وارد نشدم، چون نیست. خیلی خوب نیست. ندارید یک روایت صحیح. ببینید جناب آقای، ما با شما چیز کلیدیمون قصه احراق بیت حضرت فاطمه نیست که. همه مشکلاتمون سر همینه، همه مشکلاتمون سر قضیه امامته و این قضیه مرتبط با امامت است. خیلی خوب، این مسئله ما مرتبط با این شمه ای از اگر ما امامت را قبول کردیم و قبول کردیم که علی ابن ابی طالب وصی پیامبر شد و همینطور که به کارهایی که پیغمبر کرد آقای رضایی در اثبات شکستن پهلوی فاطمه نه، در اثبات امامت علی یک حدیث صحیح بیارید از کتابات. در اثبات بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله یا علی انت با سند بگید. ببینم این حدیث منزلت سند نداره. از کتابای خودتون با سند یک حدیث بگید که فلانی از فلانی در فلان کتاب فلان صفحه فلان جلد روایت کرده که فلان قضیه. بسم الله. حدیث منزلت سند نداره آقای انصاری. شما در مذهبتون چیزی به اسم سند ندارید سند. اگر دارید یک روایت صحیح در مورد امامت حضرت علی و یا شکستن پهلوی فاطمه رضی الله تعالی عنها، یک حدیث صحیح با سند و مدرک، جلد و صفحه و اسم کتاب بگید. بسم الله. جناب آقای انصاری عزیز، ببینید ما بحثمون از کجا کشیده شد به کجا. من الان استناد میکنم. تشکر میکنم آقای رضایی. تشکر میکنم آقای رضایی. تشکر از شما. زنده باشین ان شاء الله. خدا نگهدارت. ول کنید این مذهبو، تو رو به خدا ول کنید این مذهبو. به خاطر اثبات امامتتون یک روایت صحیح ندارید شما. تعجب میکنم به خدا.
الله المستعان. شاید خیلی از عزیزان ناراحت بشن از این صحبت‌های طولانی که میشه با بعضی از کسانی که واقعا عناد میکنن در بحثا. چیزی که حق انسان باید قبول بکنه، این از فضایل یک مسلمان، یک انسان است. یعنی فرق نمیکنه که مسلمان باشه غیر مسلمان باشه. یک انسان واقعی کسی است که وقتی که سخن حق رو میشنوه قبول بکنه. ببینید آیه‌ای که من بهش اشاره کردم، الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفى بالله حسیبا. این آیه در سوره احزاب آیه 39 هست که الله سبحانه و تعالی میگه کسانی که پیام‌های الهی رو، رسالات الهی رو میرسانن، ادعا میکنن امامت هم جزء پیام رسانان الهی هستن و از او میترسن، یعنی فقط از الله میترسن و غیر از الله از کسی دیگری نمیترسن و خداوند الله سبحانه و تعالی برای حسابگری کافی است که خداوند با تو باشه. ببینید ما در هیچ جا در دین مبین اسلام حرف قلت و کثرت نبوده، یعنی والا ما تعدادمون کمه اونا تعدادشون زیاده ما شکست میخوریم. در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه در جواب عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی که از حضرت علی میخواد که مشوره بده بهش در مورد رفتنش به جنگ، حضرت علی میگه ما در جنگ ها با کثرت نیرو نمی جنگیم، ما با ایمانمون می جنگیم. و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در وقتی که این واقعه رخ میده، افرادم هست، اصحابش هم هست، کسانی بودن که در کنارش هم بودن، اما هیچ عکس العملی نشون نمیده و تنها عکس العملی که به ادعا کردن در کتاب سلیم ابن قیس که مثل قزوینی درب و داغونه. بیاید یک واقعه تاریخی رو در اینجا خدمتتون ذکر بکنم. این دروغه که فاطمه رو شکستن، پهلوش و در خونش آتیش زدن و فلان. این دروغی که شیعه ساختن برای گرم کردن مجالس عزاداریشون، برای فریب دادن عوام الناس. اما برای یکی از دختران پیامبر همچین یک واقعی رخ داد. برای زینب بعد از جنگ بدر بود، مشرکین مکه سینه هاشون آکنده از حس انتقام و دشمنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیش از 70 نفر از بزرگانشون به خاک خون افتاده بودن در بدر. تصمیم گرفتن که از رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقام بگیرن. دقیقاً در همین اوضاع بحرانی زینب دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر اینکه ابوالعاص همسرش اسیر شده بود و خلاصه پیامبر صلی الله علیه و آله آزاد کرد و بعد بهش گفت که در بهای این تو باید دختر منو بفرستی، چون مسلمان شده بود زینب. و وقتی که زینب رضی الله تعالی عنها از مکه خارج شدن، میخواستن به طرف مدینه هجرت بکنن، شوهرش که تا هنوز مسلمان نشده بود، برادر شوهر زینب برادرش رو امر کرد که دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو سالم برسون به مدینه، به پدرش تحویل بده. اینا خارج شدن، سوار بر شتر بود حضرت زینب و برادر شوهرش افسار شتر رو گرفته بود و به طرف مدینه حرکت کردن. تا میخواستن از مکه خارج بشن، مشرکین خبر شدن که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم داره از شهر خارج میشه به خاطر اینکه بره پیش پدرش. برادر شوهر حضرت زینب کافره، مسلمان هم نشده. تا که مشرکین رو دید که دارن نزدیک میشن که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اذیت بکنن، تیر گرفت به کمانش انداخت، گفت قسم به لات و عزی هر کدومتون پیش بیاد میزنم. غیرت یک کافر، غیرت یک مشرک. کمانش رو گرفت، هر کی پیش آمد میزنم. از کی داره دفاع میکنه؟ از دختر رسول الله، پیامبری که باشون جنگیده، اینم خودش کافره، برادرش هم که شوهر زینب باشه کافره. مشرکین نتونستن نزدیک بشن، از دور با نیزه شتر رو تحریک کردن، شتر رم کرد، حضرت زینب افتاد از سر شتر، پهلوش زخمی شد و بر اساس همین زخم بود که چند سال بعد وقتی که در مدینه اومده بود فوت کرد، سبب همین زخمی که اونجا مشرک. قبل از اینکه این قضیه رخ بده خبر رسید به همسر زینب که در اون موقع کافر بود، مسلمان نشده بود. قضیه مهم اینجاست که حضرت زینب جنینش هم سقط میشه بر اثر همین افتادن در همون لحظه.
و همسرش خبر شد از این قضیه، شمشیر گرفت و اومد و مشرکین رو تهدید کرد. خودش هم مشرک بود در اون موقع، اما اون غیرت یک انسان، حالا اسلام رو بذارید کنار، غیرت یک انسان در مقابل همسرش، و به زور دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو رسون به مدینه. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که مشرکین با دختر رسول الله اینگونه برخورد کردن، حالا سیلی نزدن، درب و بروش نشکستن، لگد نزدن، فقط شطور رم کرد و ایشون افتاد. بعد جمله کسایی که این کارو کرده بود که حبار اسمش بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم 60 نفر از کماندوهای صحابه را آماده کردن، امر کردن که برید هر جایی که حبار با اون رفیقش که این کارو کرده با شتر زینب، هر جایی که پیدا کردید لای بوته‌های هیزم بذارید، آتیش بزنید. الله اکبر. 60 نفر از ورزیده ترین جنگاوران صحابه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادن. کجا فرستادن؟ به دهن اژدها، مکه فرستادن. خون اهل مکه می جوشید به خاطر انتقام از کشته های بدر، اما چون مسئله ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح بود، گفتن هر کجا که اینها رو پیدا کردید لای بوتا بذارید، آتیش بزنید. اینا اومدن هر چه سعی و تلاش کردن. این 2 نفر خبر رسیده بود مثل اینکه بهشون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پی اونا این نیرو رو فرستاده، فرار کردن و این 60 نفر نتونستن به اینا دسترسی پیدا بکنن. و بعداً حبار مسلمان شد و توبه کرد و اسلام آورد و این مسائل. اما ببینید که برخورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با یک قضیه‌ای که شاید خیلی، یعنی نسبت به قضیه‌ای که اینا ادعا میکنن در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها خیلی ساده تر بوده، اما ببینید که چگونه پیامبر بزرگوار اسلام در این مورد برخورد کردن.